من خیارم، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل من. توی این ویدیو قراره من یک خونه بسازم، یه خونه خیلی قشنگ که همتون کف کنید. حالا از این بگذاریم، این اولین ویدیو چنل منه و از اونجایی که چنل من بازدید زیاد خورده انتظار دارم این ویدیو هم بازدید زیاد بخوره. بریم سراغ ویدیو دیگه. اگرم کیفیت بد بود کارش نمیتونم بکنم، یا تقصیر خود یوتیوبه یا تقصیر این اپیه که نمایشگر گوشمون دارم فیلم برداری میکنم. خب بذاریم چیا نیاز داریم. من برای گل کار از این سنگ که همیشه استفاده میکنم برمیدارم. برای جزئی کار بذاریم از چی برداریم. تو کامنت ها هم بعدا نظر بدید که خونه که ساختم خوبه یا نه. از شیشه من دوستم از این نوع شیشه استفاده کنم و اینم فعلا بکنم لازم میشه. خب برای رخ بیرونی کار من همچین چیزی رو در نظر میگیرم. یه خونه خیلی مستطیلی شکل و خوشگل میخوام بسازم که دوستم اونقدر زیاد باشه. این یه تیکه رو باهاش کار داریم فعلا. نه اونقدر نه، در همین حد اوکیه. خب بچه از دیگه در همین حد اوکیه. خب من میخوام از اینجا بگیرم اینطوری کنم و بیارم بالا. خب اینطوری باشه. دلیل اینکه خونه رو کوچیک و مستطیلی کردم اینکه ویدیو خیلی بلند میشه، وگرنه من که از خودم یه خونه خیلی قشنگ‌تر از این بسازم. اینم تا اینجا میکشم. بذاریم تا از اینجا بخوای اندازه بگیری اینم اوکیه. این یکی هم همینقدر میزنیم. خب خونه داره اسکلت زده میشه، یعنی بقیه چیزاش مونده. انتظار دارم دیگه حمایت کنید، واقعا انتظار اینو دارم. و این بالا اینو کار دارم اینا رو بکنم، زیاد قطعی نموندن اینا. خب بریم اسکلت کار رو بزنیم و بیایم. خب میتونیم بگیم اسکلت کار تقریبا تموم شده. خب فقط یه ذره دیگه کار میخواد. خب بریم کف رو درست کنیم. اینم از کف و اینکه بریم دیوارا رو بزنیم.